ما روانه مأموریتی به سمت ولایت زیبای بامیان هستیم. و در این مستند اوضاع امنیتی بامیان را به بررسی می‌گیریم. اینجا دروازه ولایت بامیان است، جایی که نیروهای امنیتی بدون خستگی وسایطی را که داخل شهر بامیان می شود مورد بررسی قرار می دهند. از کجا آمدیم استاد؟ از کابل. کدام طرف روان هستیم؟ بامیان. ان شاء الله در مسیر راه مشکل نبود. نه ان شاء الله. بخیر و خیریت؟ خیر. بخیر باشید. با طور 24 ساعته در کمربند ما هستیم که به خاطر سهولت شهروندا. پلیس به خاطر امن و نظم مردم است، خاص به خاطر که امنیت مردم تا که شهروندان عزیز ما شما با آرامش و زندگی کنند. الحمدلله فعلا بخیر نرمال است، وضعیت خوب است. همه چیز طبق قانون مقررات امارت اسلامی ما پیش میریم. حال فعلا از شیبر آمدم بازار بامیان میرم. الحمدلله از برخورد و رویه امارت اسلامی کاملا راضی است. این مال فعلا در کشور امنیت است، امنیت برقرار است، الحمدلله عدالت برقرار است. از کابل آمدیم تا سر ولسوالی جلیز و سر کوتل اجیگاه که میتور آمدیم. تا اینجا آمدیم بسیار مقصد مجاهدین یک سلوک و یک چیز خوب داشت که ما. افغانستان، قلب آن بامیان و مرکزیت شهر بامیان، مرکز مهد و تمدن و فرهنگ که دارای مدنیت دیرینه است. جمعیت این ولایت بر اساس برآوردهای سالهای اخیر بیشتر از 500,000 نفر است. این منطقه به دلیل وجود صدها اثر تاریخی دارای شهرت جهانی می باشد. ولایت بامیان نخستین پایتخت فرهنگی، مرکز تمدن شرق، شهر صلح و دوستی و یکی از پرجاذبه ترین مناطق کشور بوده که جذابیت‌های توریستی آن این منطقه را در صدر فهرست جهانگردان خارجی قرار داده است. ولایت باستانی بامیان یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان می باشد که دارای 8 واحد اداری شامل مرکز و 7 ولسوالی، ورس، یکاولنگ نمبر 1، یکاولنگ نمبر 2، پنجاب، کمرد، سیغان و شیبر بوده و با ولایات دایکندی، غور، میدان وردک، غزنی، پروان، سمنگان و سرپل سرحد دارد. این ولایت بر علاوه آثار باستانی و تاریخی دارای جاذبه‌های دیدنی و مکان‌های طبیعی که سالانه پای هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به این ولایت می‌کشاند وجود دارد. بامیان یکی از ولایت‌های امن کشور است و همچنان مسیرهای منتهی به این ولایت نیز از امنیت کامل برخوردار است. مولوی عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان است. وضعیت امنیتی را
در این ولایت خوب می‌داند و از افزایش گردشگری سخن می‌گوید. د امنیت په لحاظ سره ټول خلک خوشحاله دي. د شپې په یوه بجه هم ګرځي، په دوه هم ګرځي، له کابله موټران راځي، د کونډې ته ځي، د لال سرجنګل خوا ته ځي، د بلخاب خوا ته ځي، په ټول بامیانو کې ګرځي، هېڅ مشکل هم نشته الحمدلله. امنیت هغه شی ده چې که سړی ګرځي، که عبادت کوي، که طاعت کوي، که خپل روزګار کوي، نو اصلي مهم شی چې د لوی نعمت د الله له طرف امنیت ده. نو په بامیان کې امنیت ته هر څوک راځي او راتللی شي، هم کم مشکل نشته ورته، نه څه تهدید شته ورته. د ټول افغانستان بالخصوص د بامیان خلک شکر د دې نعمت ادا کړي چې امنیت ته. او دویم دې ته متوجه سو، هر وخت هم ورته ویل دي، هم ورته وایو چې څوک راځي باید چې د هغو مهمان نوازي په اعلی درجه باندې وسي، د هغو عزت د ابرو د هر لحاظ وساتل سي. او څوک چې په سیاحت باندې راځي هغو ته هم دا وایو باید چې د میزبان ډیر خیال وساتل سي او د هغو هر قسم مال و ځان ته تاوان نه ورسیږي، بلکې خپل سیاحت وکړي، نو کم مشکل نشته ورته. اینجا مرکز فرماندهی امنیه ولایت بامیان است، جایی که همه روزه اوضاع امنیتی مورد بررسی قرار گرفته و پلان‌های منظم برای تأمین امنیت اخذ می‌گردد. فرمانده امنیه ولایت بامیان نیز در مورد اوضاع امنیتی این ولایت چنین می‌گوید: الحمدلله از روزی که امارت اسلامی در ولایت بامیان حاکم شده، امنیت سر تا سری ولایت الحمدلله تامین است. برای شهروندای ما، برای کسبکارای ما، برای هیچ ملت و شهروند بامیان مشکل نیست. هم گردشگرای خارجی داشتیم و هم گردشگرای داخلی داشتیم. گردشگرای داخلی یعنی از هر ولایت بوده. برای سیاحین محترمی که از هر ولایت، از هر کشوری که میایه، ما برشان 100% اطمینان میتیم که تا مجردی که داخل ولایت بامیان میشه تا آخرین وقتی را که میبرایه، چی در شهرها چی در جاهای سیاحت، برشان هیچ مشکل نیست. آزادانه ما دعوت میتیم برشان بیایه، از ولایت زیبای بامیان ببینه، دیدن بکنه. ما هم خوشحال میشیم. انشالله ما تا وقتی که داریم میزبانیشان هم میکنیم و در قسمتی تامین امنیتشان ما در خدمت هستیم. این وظیفه ما هست از طرف امارت اسلامی که را مکلف هستیم، باید وظیفه را در سر انجام بدیم و خوبتر انجام بدیم و الحمدلله در خدمتشان هستیم. هیچ مشکل برایشان نیست. آزادانه بیا سیاحت خود بکند. یعنی داخل په بامیان کې کوم مشکل اول خو ناراضي وسه پر راغل نه دی چې کوم اندک مشکل هم راځي هغه موږ سره اړیکه نیسي. زه خپل ټلیفون وچتوم، نیمه شپه می د هر بامیانی، د هر مسافر، یعنی چې داخل بامیان چې کوم مشکلات پیدا شي زه خپل په خدمت یم. خنده کودکانی است که در سایه امنیت و آرامش در بامیان به سر میبرند. اوضاع امنیتی در بامیان تأمین است و مردم نیز به صورت عادی به کارهای روزمرهشان ادامه می‌دهند. وضع ولایت بامیان بیخی خوب است، امنیت است، همه به کار روزمره خود ادامه داره. کسی به کسی ظلم تعدی هیچ چیز نمیکنه، هر کار به کاری خود اجازه میکنه، کاری خود میکنه با روی آرام، به فکر آرام. امنیت است، آرامی است، دزدی نیست، چور چپاول تقیقه با کل انشاءالله از بین رفته. امنیت ولایت بامیان بسیار خوب است. مجاهدین بسیار قد مردم همکار است، امنیتش بسیار خوب صحیح تامین است. هر مشکلاتی که در شهر میآید ما زنگ میزنیم، در آن واحد میرسه.
موضوع را بررسی میکنه. دیگه ما بسیار راضی هستیم از نیروهای امارت اسلامی. الحمدلله بامیان از وقتی که امارت آمده خیلی وضعیت بسیار خوبی شد. امنیت شهر بامیان بهترین امنیت دیگه، از اینکه امنیت میشه دیگه همکاری از جا خوبه دیگه. امنیت ما را میگیره دیگه. شهر بیغم است، کس آزار اذیت نمیشه. در ولایت بامیان جناب والی صاحب فرمایش ما شبها به خاطر امنیت قماندان امنیه در شبها در پشت تمام جای مثلا میگشته به خاطر امنیت، به خاطر آرامش، به خاطر صلح. الماس میشنم سیده طرف چوک الیکین بیه که بخیر امشب گشت ما دور است، مسافه ما زیاد است. ما شما کوشش میکنیم که از کرغناتو شبرتو اگر وقت بود پیش از طرف بندی امیر بریم، از اون طرف که دور میکنیم یک دفعه هم آینگران درای آینگران هم بسیار وقت میشه که ندیدیم. دیروز ما شما و ملودرو پخون کل گرفته بودیم، اما فولادی اخیرش کی است قمتی او در مکمل چک کردیم، دیدیم مردم گفت زدیم. امروز باید آینگران و کرغناتو و شبرتو طرف بندی امیر و سړک در یوسف شهیدان همو زنجیر خوجلی و میراشم ببینیم. بله آقای صاحب، هر شب که می تو یک سمت ببینیم انشالله هیچ مشکل چی تقریبا که تایال چیز مشکلی پیش نشده. درباره امنیت انشالله از این بعد هم پیش نمیشه. بسیار مردم ما آرام با راحت زندگی خود میکنن. والی صاحب بامیان مثل والی نیست، مثل یک خادم در ماست، مثل یک خدمتگار با ماست. آرام امنیت فضای خود. اگر تو والی در کل ولایت باشد هیچ ما را شکست نداره. هیچ ما را شکست نداره. انشالله. کاروبارتان چطور است؟ کاروبار فضای خدا میگیری این موتورا را. خوب است، ما هم در خدمتتان هستیم. ما به این خاطر آمدیم که از هتل اول بگیریم، از منطقه اول بگیریم، از راه و رفت آمد مردم اول بگیریم، از مسافرین اول بگیریم. این جناب والی صاحب است، معاون استخبارات است، خودم قماندان امنیه هستم. ما در خدمتتان هستیم، هیچ مشکل نیست. شب روز انشالله مشکل نیست. موتورها شب روز روان است. انشالله شب روز ما در خدمت هستیم. هر وقت که شب بیایم ما در خدمت هستیم. مشکل داشته باشه حل میکنیم، مشکلش میرن انشالله. چه وقت آمدی از طرف بالا از بلخ؟ دیروز حرکت کردیم. ماشاءالله. چیزی در راه خود چیزی مشکل برتان نبود؟ شب روز که میگردی مجاهدین خو همراهتان همکاری میکنه. خود مجاهدین چطور هستین؟ امنیت خوب است؟ امنیت بخی برابر. بند امیر مخفف بند امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نخستین پارک ملی افغانستان و یکی از بزرگترین عجایب طبیعی کشور است که در 75 کیلومتری شمال غرب شهر بامیان در ولسوالی یکاولنگ در دره‌ای به نام بند امیر و در میان رشته‌کوه‌های هندوکش شرقی و رشته‌کوه‌های بابا قرار دارد. بند امیر دارای 6 جهیل زیبا به نام‌های بند غلامان، بند ذوالفقار، بند پنیر، بند قنبر، بند پودینه و بند هیبت که توسط دیوارهای سنگی شیبدار احاطه گردیده است.
بند امیر دارای آب زلال و شفاف به رنگ یاقوت سبز منظره زیبا، دلپذیر و خارق‌العاده‌ای را به رخ هر بیننده‌ای می‌کشاند که این زیبایی‌ها باعث شده سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی از این ساحه دیدن نمایند. ما از ولایت بغلان آمدیم به خاطر یک چکر، به خاطر یک دیدن از بند امیر. فضل احسان خدا کلی رها تامین امنیت بیخی هیچ گپی نیست. تشکر از امارات اسلامی که بسیار بیغم و بیگرد این کام گپ آمدیم. ما هیچ کام گپی را در راه ندیدیم. گردشگران داخلی و خارجی در یک فضای کاملا امن از مناظر بی‌نظیر و طبیعت خاص بند امیر دید و بازدید می نمایند. والا فعلا امنیت دیگه خوب است دیگه. وقت که بود کم امنیت خراب بود دیگه نمیشد آدم این طرفا بیا، هر ولایت نمیشد دیگه. حالا دیگه امنیت خوب است دیگه، آدم میتونه که هر جای بره هر جای امنیتش برقرار است دیگه، هیچ مشکل نیست دیگه. ما میتونیم که هر ولایت هر مکمل افغانستان رو چکر بزنیم. به اساس آمار مسئولین بامیان تنها در چند ماه گذشته 60,000 گردشگران از این ساحه دیدن نموده است.